حالا من یه خاطره کوچیک بگم خیلی بامزه است. 3 نصف شب رزم شبانه و از این چیزا گفت بشین. نشستیم همه 30 نفر تو بیابون. فرمانده گفت که میخوام از روی ستاره ها مسیریابی درس بدم. گفت که اون ستاره پررنگ که می‌بینید ته دب اکبره و شما وقتی میخواید مسیر رو پیدا کنید یک خط میکشید از اضلاع دب اکبر به جنوب شرقی دب اصغر. از جنوب شرقی دب اصغر مستقیم میرید به شمال غربی دب اکبر میرسید و اون رو 60 درجه میپیچید میرید. من اینجوری بودم، مرده بود. بعد حالا شانس منو نگاه کن، اینا رو توضیح داد، گفت تو پاشو بگو. من پا شدم، سوخته بود مغزم. گفتم جانم. گفت اینایی که گفتم گفتم من رو زمین مسیر خونم رو نمیتونم از جنوب شرقی دب اکبر برم به شمال غربی دب اصغر. کرد من دارم مسخره میکنم. 3 روز من انداخت بازداشت.